او با وجود جسم بسیار خرد داشتن امروز شهرت جهانی دارد. او ستاره است، ستاره اینترنت. از 10 نفری که با او روبرو میآید حتما همین 10 نفر همراهش سلام میکند. حاجی ابراهیم است قهرمان امروز برنامه پس صحنه. درود بیننده های ارجمند، ما قرار داریم در طربخانه بسیار برهوای یکسرای فامیلی. حاجی ابراهیم خوش آمدید به برنامه. رحمت. سلامتتون چخیر؟ ماشاءالله رحمت. با چی کارا مشغول امروز؟ در جمعه قطعه پیمانسو فوتبال. تمام؟ سرودخوانی نمیکنه؟ نه. چرا؟ نمیکنم. در اکانت اینستاگرام شما سراینده نیستگی، ولی چرا شما سرود نمیخونید؟ بس کردم. میخوندید پیش؟ نه یه بار خونده بودم در باره مدرکم. چی سرود بود؟ یک دو مصرعش رو برای بیننده ما سرایید. سلطانی غم چشم و چراغم مادر، بعد از خدا تنها امیدم مادر. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخش و چراغ منزلم. حاجی ابراهیم شاید امروز بسیاری پرسند که برای چی شما هرچند محمد نام دارید ولی شما را حاجی ابراهیم میگن؟ ابراهیم نام کی است؟ کیش به شما این نام را ما؟ نمی‌شیتم است. نمی‌شیتم بود و موندم. این تخلص شماست؟ بله. ولی امروز شما رو همچون حاجی ابراهیم میشناسن، نه همچون محمد. همین طور بله. یا اون کس محمد میگوید؟ نه. نمیگوید؟ نه. شما از کجا هستید؟ از مسکو است. ناحیه همدانی امروز؟ بله. در همونجا به دنیا آمدید؟ بله. و خانواده‌تون چگونه؟ در همونجا. پدر مادر چی کار هستن؟ پدرم ساختمانچی، مادرم خونه‌شین. خونه‌شین؟ شما باشید ستاره مشهور. بله. شما در خانه چند نفر هستید همراه شما؟ باز فرزندان هستن دیگه رو؟ بله. چند نفر؟ 3 کس دیگر. کی هستن همراه شما؟ دادر دارید؟ برادر دارید؟ دادر. اپا دارید؟ دادر. از شما خورد؟ چند سال هستن نه؟ یک تاش صنف 4 دیگرش نمیرود. 5 ساله. خودتون صنف چند میخونید؟ 7. صنف 7. در کجا تحصیل میکنید؟ مکتب چند؟ 72. 72 شهر دوشنبه؟ بله. تحصیل چه خیلی؟ درسو دشوار نیستن؟ نه مشکل. با هم صنفان چه خیلی نسبتتان؟ ساز. با این قدر کارهایی که هر روز میکنید چطور وقت میابید روز به درس روید؟ ما تمام کنی کلش داریم درس تمام شد مکتب. نه وقتی که مثلا درس ها بودن، وقتی که مکتب بودن چطور وقت میابید؟ میرفتم بعد میومدم از پشتی کار. در مکتب کدام فن رو دوست میدارید؟ فنی زولوژی رو. چرا؟ یک بار درباره حیوان ها نمیدونم خودم. کجا این فن به شما معقول است؟ اون درباره حیوان ها و موجودات زنده. دیگر فن ها رو چی؟ نه آخر. انفرماتیکا را، تاریخ را، متماتیک رو متماتیکا رو دوست نمیداری؟ میدارم. دوست نداری؟ آینده کلان شوی کی میشه حاجی ابراهیم؟ نمیدونم. نامعلوم؟ چرا؟ شاید بلاگر، شاید ورزشگر. انتخاب نکردی هنوز؟ نه. با خونه دیر میروی به ناحیه همدانی با عیادت پدر مادر؟ بله. تخمینا در یک سال چند مرتبه میری؟ 1-2 بار. شما گفتید که پدرم ساختمانچی است، در کجا کار میکند؟ در همون ناحیه. در ناحیه همدانی؟ بله. مادر خونه‌شین. چطور یک بار شما ستاره شدید؟ همین شهرت از کجا سر شد؟ با همراهی براک. براک؟ بله. یعنی همراه براک مشهور شده؟ بله. حاجی ابراهیم شما امروز نفر جهان دیده هستید، در بسیار دولت ها بودید. تا جای من میدونم مثلا به دبی رفتید، به ترکیه رفتید، باز در کجا بودید؟ در سربیا، در ازبکستان. در حج هم بودید؟ بله. یعنی شما همین گونه یک حاجی ابراهیم نیو در واقع حاجی هستید؟ بله. تاثیراتتون چگونه بود خانه خدا؟ خوب بود خیلی. خوب بود. چند روز زیارت کردید؟ 15. کجاها رو دیدید در این 15 روز؟ مسجد پیامبر، حج، خانه خدا رو و خیلی جور. این تخمینا کی بود؟ کی رفتید شما؟ این سال 2023 رو آمدم. 6 سال اومدیم.
و حاجی ابراهیم شما امروز نفری هستید که بسیارتر با همین آدمان مشهور مثلا نشست و خیز دارید، با برک بودید، با گسان گوسینوف بودید، همینطور چطور با اینها شما دوستی رابطه دوستی پیدا میکنید؟ اینها خودشون شما رو تکلیف میکنن یا از برک خودم رفتیم؟ خودتون رفتید. چطور قبول کرد شما رو یکم بار برک؟ سوس خیلی خوب ویدیو میکنیم، خب خیلی ویدیو کنیم. چه خیلی مردم قبول کردن؟ تماشا چه خیلی بود؟ واکنش مردم چه خیلی بود؟ خوب خیلی خوب. با گوسین گسانوف چی؟ شما در فان استرچه یا واخوری گوسین با مخلصانش با صحنه برآمدید، همچون یک بلاگران مشهور گوسین شما رو قبول کرد و جایزه هم دادم اینطور؟ چی بود تحفه گوسین؟ آیفون 14. ابراهیم برای من یک نقطه بسیار جالب است. در چند نواری که در اینترنت چرخ میزند اکثریت میگویند که شاید حاجی ابراهیم دادر عبدالرزاق باشد، ولی من میبینم شما با عبدالرزاق هیچ مناسبت ندارید. حتی جایی گفتید که من نمیشناسم رو. شما واقعا عبدالرزاق رو میشناسید؟ نه. نمیشناسید؟ درباره شنیده؟ بله. برای منصور نگمتوف در یک صحبتشان گفتند که وقتی در دبی بودید و خواستید با عبدالرزاق آشنا شوید صحبت کنید در زندگی به نزد شما نآمد. همینطور بود؟ بله. این قصه میکنید این رو؟ این چطور رخ داد؟ شما با اون نویستید که ما واخوریم یا خودش نویست و چرا نآمد؟ ما نویستیم که با میخوایم گفتم مالیش یکم روز یک شنبه یکم رسانه باید که میشنم بازور 3 تا یک شنبه گذشت نمید بعد ما اومدیم. شما برای دیدن او ایستاده در دبی؟ بله. ولی او نآمد. بعد نپرسیدید که برای چی نآمدید؟ پرسیدیم گفت کارم کنم نبیشه. در ممکنه سلمان خان گفت بسیار کارم. دیگه و دیگه او بگو ترکیه رفتیم بدای ترکیه بیم. در تاجیکستان هم بار امروز شما نخوردید؟ نه. شما از ورزش کدام نباشه دوست می‌دارید؟ فوتبال. خودتون هم بازی میکنید؟ بله. همراه کی؟ همراه هم دادرون اومد خیلی از شم مکتب شما جروم. شما در کدام موقع بازی میکنید؟ دروازه‌بان هستید، حمله‌گر هستید، حمایتگر هستید؟ کی هستید شما در بازی فوتبال؟ حمایتگر. حمایتگر؟ بله. یعنی دروازه خود را از توپ حریف حمایت میکنید؟ بله. شما امروز دوبونچی خیلی زیاد هم دارید، حتی اون مرزی 100,000 بیشتر هم میگذارد. نقشه ندارید که با مخلصان یگان واخوری بزنید شاید یگان فانستر چه میگذارن چی میاد؟ نه ولی در نقشه نیست. در نقشه نیست؟ نزدیکترین نقشه ها کدوم های هم؟ نه. روزهای نزدیک چی کار کردن؟ بینندگان ما از شما چی سورپرایزی رو انتظار شود؟ ما همین روزهای نزدیک همی که فوتبال داریم. فوتبال؟ کوبک بیسته جان بیسته دازوی بیسته همونجا بیسته فوتبال داریم. 2 روز دار فوتبال باریم. شاید باز دیگر باره سرود میخونه؟ نصیب سرود نه. سرود نمیخونه دیگه؟ نه. چرا؟ چرا یک باره بس کردین هم اگه یک سرود و تمام؟ ما برنازی که ترکیه بگم با پلوت آلیندر با میخوایم. پلوت آلیندر قهرمان معروف فیلم وادی گرگان. بله. شما پیشتر با یگیت هم صورت داشتید با اورهان بیکلی. با او چطور شناس شدید؟ با او رفتیم ترکیه و در یک رستورانش دیدیمش و صورت گرفتیم. این تصادف بود یا شما مخصوص به نظر رفتید؟ رفتیم مخصوص. خودتون میدونید که در اون طرف خونه است؟ بله. او صحبت کرد امروز؟ بله. چی گفت درباره تاجیکستان؟ میدونید است یگون چی؟ چون به تاجیکستان آمده بود یک بار. بله خیلی چیزا گفت. چی گفت مثلا؟ گفت تاجیکستان خیلی زیباست. تعریف کرد؟ بله تاجیکستان تعریف کرد. خب تشکر به شما بیننده ارجمند. این برنامه نوبتی پس صحنه بود که در طرفخانه یکاسرای فامیلی همراه با بلاگر، ورزشگر و سراینده نفر بسیار موفق حاجی ابراهیم امروز ثبت شد. با سامانه اویلا بودن را فراموش نکنید، زیرا محض از این سامانه شما بهترین نوگانی های عالم شو بیزنسی تاجیک را خواهید دریافت. خیر.